در این ویدئو میخوام در مورد چاکرا صحبت کنم. امیدوارم از این مبحث خوشتون بیاد. به نام خدا، طاهر گل محمدی هستم، محقق و درمانگر طب سوجوک. اگر یه سرچی بزنیم در گوگل، کلی عکس هایی رو در مورد چاکراها توی سایت های مختلف میبینیم. چاکرا از سیستم فلسفی و روانشناسی هندو و بودیسم گرفته شده که به عنوان مراکز انرژی در بدن شناخته میشن. اصطلاح چاکرا از کلمه چاکر به معنای چرخ یا گردش در زبان سانسکریت گرفته شده. در اینجا بحث ما روی انطباق چاکراها هست. پایین ترین چاکرا با متراکم ترین انرژی که همون انرژی سرما هست در ارتباط است. اگر کف دست رو به 3 قسمت تقسیم کنیم، قسمتی که بین انگشتان بزرگ و انگشتری هست رو چاکرای سرما در نظر میگیریم. 1/3 بالایی رو ما چاکرای خشکی در نظر میگیریم و با رنگ قهوه‌ای نشون میدیم. چاکرای بعدی رو برای اینکه پیدا کنیم، چاکرای تری رو ما میایم ناف رو پیدا میکنیم که دقیقاً وسط دستمون قرار میگیره. بین ناف تا مچ دست رو به 2 قسمت تقسیم میکنیم. چاکرای تری دقیقاً در وسط ناف و مچ دست قرار میگیره. با رنگ زرد نشون داده میشه. از مچ دست تا خط دوم بند شست رو اگر به 2 قسمت تقسیم کنیم، وسط رو ما انرژی باد در نظر میگیریم که با رنگ سبز هست. از بند دوم تا بند اول وسط رو میگیریم و انرژی گرمی، در واقع چاکرای گرمی در اینجا هست که ما اون رو با رنگ قرمز نشون میدیم. بند اول شست رو به 3 قسمت تقسیم میکنیم. قسمت بالایی 1/3 بالایی دقیقاً در وسط ما چاکرای داغی رو داریم. اینها در سطح یین در کف دستمون هستن. توی سطح ینگ هم دقیقاً همون تقسیم بندی رو داریم. باز هم چاکرای سرما، خشکی و تری رو داریم که به همون شکل تقسیم بندی میکنیم و بعد روی بند 3 تا بند 2 شست رو نصف میکنیم و چاکرای باد رو که سبز هست علامت میزنیم. بند 2 هم چاکرای گرمی هست و بند اول زیر ناخن چاکرای داغی هست. همین انطباق ها روی پا هم قرار میگیرند. برای تمام درمان ها از انطباق کمک